یه نکته جالبی که هست اینه که بچه‌ها خیلی میترسن از اینکه من و تو همزمان این فیدبک رو ازشون گرفتم همزمان توی پادکست باشیم. با همین من اصرار داشتم که جدا باشه پادکستمون. آره واقعا خب ترسناکه. زورمون زیاد میشه. آره. زورمون زیاد میشه که یعنی حس میکنم حوصله بقیه سر میره. اونم هست. آره. چون اصلا فرصت نمیدیم به بقیه. آره. و بقیه هم نمیتونن بیان تو بحث. آره این خیلی بده. یه گوشمالی بهش میدیم و میذاریم. یه لحظه تو خفه شو. اینجوری. چه خبر؟ یه استیت تو بگو الان ببین چی میکنی؟ استیت اینه که هر چی ها، حالا فارغ از حس و حالت، کاری، هر چی که دوست داری. جدا از این که می جنگیم با خودمون، فقط شغل کردم و دارم ابزرورم، دارم نگاه میکنی. یه موقعی لذت میبرم، یه موقعی یاد میگیرم، یه موقعی اشتباه میکنم. این یه ماه آخر رو دارم سعی میکنم با اینکه بلد نیستم اول همه یاد بگیرم که یه ماه آخر چطورش درسته که بگذرونی، چه جوری باشی با خودت، با بقیه، چه کاری بکنی. و اینکه جدا از اونم دنبال کاریم دیگه. میگم این یه ماه آخر خیلی فشاره و بعضی وقتا میشینم با بقیه تعریف میکنم، میگم تو جای من بودی یکی چی کار میکردی، چه حسی داشتی. اکثرا یکیه. اما نپرسید این سوالو. سوال خوبیه. آره. دوست دارم جواب بدی. که مثلا یه ماه مونده بود برم. آره. و تو استیت تو بودم، میرفتم دیگه برنمیگشتم. آره یه جورایی. نه در اصل بدتر از اونه. استیتی که اصلا واقعا نمیدونی قراره چه اتفاقی بیفته. آره. فقط داری میری ببینی چی میشه، ولی خب دیگه اجازه نداری برگردی. بخوای هم نمیتونی، ریسکیه. تو به خاطر سربازیت میگی که نمیتونی یعنی برگردی؟ آره. نه فقط اون. نه خب وقتی میگی مجبوری نمیتونی اجازه برگشت نداری، منظورت چیه؟ فیلم سینما پارادیزو دیدی؟ نه خیلی دوست دارم ببینم. یه سکانسی داره یه پیرمردی بچه رو اینجوری میگیره، نمیدونم پسره داره کجا میره، میگیرتش میگه که برو پشت سرت هم نگاه نکن، یادمو نیافت، من دیگه تو خونم رات نمیدم، با اینکه خیلی بهم نزدیک بود. و حالا کلی از اینجور حرفای تلخ. و میگه که don't give into nostalgia. میگه نذار نوستالژیا گولت بزنه. آره. هر موقع سراغت اومد یاد حرف من بیفت، انگار از نو متولد شدی، دوباره شروع میکنی. ماها هیچ کدوم وجود نداشتیم. من اینو شنیدم و از کی؟ از کسی؟ از پدرم. از پدرت چی؟ خیلی تلختر. و فلسفه خانوادگیمونه. مادرم هم اینو میگه، با ترس و لرز بیشتری میگه. خود چون عاطفه آره مادر خیلی بیشتر. حالا من اول جواب سوالتو بدم، بعد حالا یه سوالی خودم میخوام بپرسم، امیدوارم یادم نره. اولا که من کلا تو زندگی اینجوریم که نمیدونم چه اتفاقی میفته فردا، اصلا چه برسه بخوام برم این کشور دیگه. فردا مگه میدونی چه اتفاقی میخواد بیفته؟ نه. همینجور میری. ببین مهم اینه که تو اون رفلکس هایی که نسبت به اتفاقایی که میفته انجام میدی، من به نظرم اونا خیلی مهمه، کلیدیه. که خورده که نسبت آره من چی کار دارم میکنم مثلا این اتفاق افتاد، همین الان، به بعدش هم نباید فکر کنم. اینو خیلی بستش نمیدم چون تو پادکست قبلی با فرانک سر این خیلی صحبت کردیم، اگه شنیده باشی پادکست صلح درون و آشتی با اون رو، خیلی سر این که آقا گذشته و فردا اصلا اهمیتی نداره و الانته. خیلی به این فکر میکنم و اعتقادمه که خودم بعضی وقتایی پامو این ور اون ور میذارم. چطوری یعنی نمیشه گفت پشیمونی، من خیلی سفت سر این هستم که پشیمون نیستم از هر کاری که کردم. آره. ولی خب بعضی وقتا میگم شاید درست اون رفلکسه حالا که شده مهم نیست، یعنی اذیت هم نمیکنه ها، ولی میگم مثلا این کارو میکردی شاید بهتر بود. ولی سریع اون شخص بیرحمی که توی
ذهن جفتمون هست اون سری میاد میگه نه مثلا دیگه شده دیگه چیکار میخوای بکنی الان. آره خیلی اینجوری هم که به الان فکر کن، الان میخوای چیکار بکنی، که تو این ریدیم واقعا. یعنی حالا تو رو نمیدونم ولی من خودم ریدم. آخه ما نریدیم، طبیعتمون نمیذاره. این یه مقاله‌ای بود نوشته بود میگفت انسان تنها موجودیه که نمیتونه در حال زندگی بکنه. یعنی داشت شعار نایکی رو میکرد تو انو در می آورد. نایکی نه پپسی مومنت. آره. Do it now هم یه مقاله دیگه do it now داشت میداد. ولی این چیز اسلنگ نه چی بود؟ همون اسلنگ اون روز چیز کردیم. نه یه چیز دیگه رو پیدا کردیم. نیکنیم نه اسلوگان آفرین. ماها بیولوژیکی نمیتونیم در حال زندگی بکنیم. ماها یکی از بجدا از صحبت کردن و یعنی ناطق بودن و فکر کردن و خیلی تفاوتایی که دیگه که داریم با دستامون کار حرفه‌ای انجام دادن، از لحاظ روانشناختی اینه که ما همیشه در آینده ایم و در گذشته. هیچ حیوانی قابلیت اینو نداره. آره. تنها کسایی که میتونن در لحظه زندگی کنن حیواناتن. اصلا بیولوژیکی ما این قابلیت نداریم. دست نگوریدیم، دست خودمون. آره دست خودمون نیست. ولی خب حالا این که من گفتم ریدیم به خاطر این نبود که نمیتونیم تو حال زندگی کنیم. خب من تمام تلاشمو کردم که این کارو بکنم. منظورم اینه که توی اون رفلکسا دارم بد عمل میکنم، حس میکنم. یعنی خوب عکس العمل نشون نمیدم. دقیقاً منم خیلی درگیرم. آره. و این یکی از مشخصه های اصلا وقتی ابزرور باشی تو اینو متوجه میشی. خیلی اینو متوجه نمیشی. نه من کاملا دارم متوجه میشم اینو. خیلی با هم صحبت کردیم سر این که ما واقعا الان یه ذره خودمون ناراحتیم که تو چرا داری این کارو میکنی، چرا این شکلی داری برخورد میکنی. حالا بگذریم از این، ادامه سوالی که پرسیدی من باشم چی کار میکنم. حقیقتش من خیلی مثل تو نیستم تو این موضوع که بخوام برم بر نگردم. یه ذره درکش برام سخته. یعنی خودم رو تو اون چیز نذاشتم، تو اون قالب نذاشتم هیچ وقت. ولی نمیدونم، شاید کاری نکنم مثل تو. یعنی همون چیز روتینی که همیشه بوده و با دوستان برم بیرون، کار عجیب غریبی انجام ندم و برم و بعدش ادامه زندگی. خب چون یه تصمیمیه که گرفتم دیگه، مثلا چی کار میخوام بکنم. این از بالا نگاه کردنه. درست داری میگی. آره. آخه نمیتونم جواب اونو بدم چون خودم جای تو نیستم. همین میخوام بگم. من خودم دقیقاً همین جوری بودم و الان که دقیقاً وسطشم آخرشم. آره. میبینم که این فاز، این بازه نیاز به یه حسش متفاوته. هیچ کس نمیتونه درکش بکنه. آره. از اون حسایی که اصلا نمیتونید همدردی و همدلی بکنید باهاش، چون به شدت سیچویشناله. دقیقاً. قابل درک هم است. پس بیا یه جور دیگه بپرسم. آیا من الان شبیه کسی هستم که یک ماه دیگه داره میره؟ و یه سوال دیگه هم اینه که آیا به نظرت کاری هست که درست انجام بدم؟ به جدا از خدافظی کردن. آره. اون قدر اون لحظه آخر دونستن که تیپیکال اینجور کاراست. آره. به جز اینه یه چیز متفاوته. سال اولت که نه، به نظرم خیلی عادی. نظرتین بده؟ نه، من دارم مثلا میگم این درستش همینه. اما اون که بیرون داره نگاه میکنه داره اینو میگه تو میخوای بری دیگه. ولی این که چی بود سال دومت که آیا من آیا پیشنهادی داری؟ که آیا چیز متفاوت نه تیپیکاله که آره. پیشنهاد نه زندگی کن. چیکار میخوای بکنی آخه؟ ببین تو کل زندگی تو این کشور، تو این مکان این بوده. آره. خب مثلا
چه میدونم بخوای چه حرکتی بزنی آخه. به فرض میگم اینو داده خامه دارم بهت میدم، هیچ وقت نتونستم پردازشش کنم. یکی از بچه‌ها قبلا داشت میرفت، گفتش که برای اولین و آخرین بار، چون اولین بارش بود میرفت، بره قله الوند. این انتخابش بود، این چیزی بود که احساس نیاز میکرد که به عنوان آخرین کار میتونه انجام بده. من هیچ چیزی، چون ما نداری. عموما آدمای پشیمونی نیستیم. آره. نه که همه کاری انجام دادیم، ما خیلی کارا نه اصلا ربطی نداره، اصلا تو این فازا نیستیم. آره. هم درسته یا که مثلا یه دفعه امشب بیا فلان کارو بکنیم، تجربه جدید. آره. نمیدونم. نه من خودم هم این شکلی نیستم. اصلا این شکلی نیستم. آره. من واقعا اصلا خوشم هم نمیاد خیلی از این فاز تصمیم هیجانی بگیرم. دقیقاً. چون احساسی من اصلا به کانسیکوئنس‌های اون چیز فکر نمی‌کنم اون لحظه. حالا کوه که فوق‌العاده است، اصلا یه تصمیم خیلی باحاله. خیلی‌ها مثلا میگن بیا بریم ماشروم بزن. آره. اصلا معلومه. اصلا جای دیگه نمیتونی بزنی، چرا؟ همین. آره. و میگم تو به عواقب اون اصلا فکر نمی‌کنی اون لحظه. تو داری میگی من تو این سیچویشن، استدلال این افراد چیه؟ میگن آقا من که یه بار فقط ایرانم. مثلا یه هفته دیگه فقط ایرانم، چرا فلان کارو نکنم؟ من مطمئن باش اگر به یه هفته به مرگم هم مونده باشه، اصلا تو خودم نمیبینم که چنین تصمیماتی بگیرم. منم. آره. میگم زندگی میکنم. دقیقاً. کاری که میکردم و میکنم. یه بازی من داشتم برای خودم شبیه سازی میکردم، میگفتم تصور کن به جای اینکه داری میری 30 روز مونده که داری میمیری. اون موقع چی کار میکنی؟ آره. و مثل فیلم ها نشد که بگم وای من برم آره. سواری برم نمیدونم کاری که نکردم بکنم. بیشتر تو این به این داشتم فکر میکردم که برم فقط زودتر تمامش بکنم. دقیقاً. بدتر میشه. آره. یعنی فیلم ها عملا دارن چرت و پرت میگن. این تو هر چی که اون نوستالژیا رو ارتباطشو کم کنی، یعنی اون نخر رو نازک‌تر کنی به اون نوستالژیا، به نظرم زندگی راحت‌تر داری. خیلی نظریه دارکیه به نظرم این. من و تو بیرحم بودیم واقعا. آره. نظرت راجع به این چیه که بیرحمیم انقدر؟ یا شاید هم بیرحم بودیم؟ یعنی چی نظرت چیه؟ یعنی حس، اشتباه پرسیدم، حست چیه نسبت به خودت ها، نه اون کسی که از بالا داره نگاه میکنه، ابزروره. نه خب الان یه مقدار بازی بدیه، چون بیرحم بودم یا اون زمان شدم و تا الان ادامه‌اش دادم به خاطر یه دلیلی. این سیگنالیه از یه نیاز، از یه ناهنجاری. یه دلیلی داشته که اینو انتخاب کردم. تو یه دلیل؟ نه همینجوری نیست. البته بگم در راه منطق، چون منطق همیشه برامون بالاتر از احساس بوده، اون یه دلیلی هستش که به کنار. آره. نه همیشه یک لولی از بیرحمی در ما خواهد بود. آره. تا وقتی که به منطق این که هیچی. نه این حجم از بیرحمی، اینجوری که به خودت خیلی وقتا حق ندی. این من همیشه اینجوری بودم. من از وقتی که خودم رو شناختم، آدم شدم، یعنی مثلا تو فرسون 8-9 سالگی، من همیشه این شکلی بودم. ممکنه یکی از دلایلش این باشه که ما همیشه میدونستیم و به این باور داشتیم که انسان خیلی خیلی پتانسیل بالاتر از این حرفا رو داره. خیلی زیاد. سر همین من هیچ وقت به یه خاطره سختی کاری که خیلی دهنم سرویس شد انجامش بدم نمیگم دهنم سرویس شد. همیشه بر این باورم بیرحمانه که هم من میتونستم بهتر انجام بدم، هم بقیه میتونستن. و سر همین هیچ وقت فکر نمی‌کنم کسی از من شنیده باشه که من نمیدونم مثلا آهنگ فرانک سیناترا، مثلا مای وی و یا مثلا این آهنگای رپ و این حرفا که من انجامش دادم، من انتخاب کردم، من عرق ریختم، من سختی کشیدم، I didn't do shit. آره. من هیچ گویی نخوردم. خیلی بهتر از این میتونست باشه. آره. بیرحمی. حالا اینکه این حس تومون به وجود، چون وقتی که تو جامعه رو نگاه میکنی و اکثر آدم ها این شکلی نیستن، خب، و حتی جلوت وای میستن میگن که تو چرا اینجوری؟ چیل اوت، سرت آروم باش، حالا تو کارا رو درست انجام دادی، دمت هم گرم. ببین من تو جمع رفیقام اینجوری هم که تو خیلی موفقی، تو
خیلی کارا انجام دادی تو، دمت گرم، ذره‌ای به تخمم هم نیست این حرفا واقعا، یعنی اینو از صمیم اصلا شعار و اینا نیست. همیشه گفتم که خیلی جا دارم که بهتر بشم و این حسه چون توی اکثر جامعه نیست یه دلیلی داشته تو ما به وجود اومده. حالا تو داری میگی یه سیگنال بوده، یه ناهنجاری بوده که باعث این شده، ولی من از بچگی، ولی باز هم مال من یه دلیلی داشته. خودم نظرم اینه خانواده‌ام شاید اینجوری بزرگم کردن. من یه خاطره خیلی جالب دارم، نمیدونم برات گفتم یا نه، ولی بچه‌ها اکثرا شنیدن. من فیزیک میخوندم دوم دبیرستان. بعد کلا آدم خیلی درس نخونی بودم. داشتم برای امتحان میخوندم مثلا شب آخری و فلان و اینا. داداش بزرگم اومد گفتش که اومد سوال بپرسه ازم، مثلا تستم کنه و فلان و فیزیکش فوق العاده است. این فیزیک رو درک کرده. یعنی اصلا بدون خوندن من 41 سالش نه 38 سالش بود من کنکور داشتم. گفتم که فیزیک خیلی سخته، درصدام خیلی پایین بود آزمونایی که میدادم. گفتش که یه دونه‌شو بیار من بزنم. فکر می‌کنی چند درصد زد؟ 93 درصد. 93 درصد زد بدون اینکه بخونه. همون لحظه گذاشتم جلو، شروع کرد حل کرد. یعنی درک کرده فیزیکو. خب بعد بهش گفتم که خب دوم دبیرستان بودم، بچه بودم اون موقع، اگه یاد باشه استاتیک می‌خوندیم. قانون اول نیوتن، قانون دوم. من گفتش قانون سوم نیوتن چیه؟ گفتم که یه ذره فکر کردم، نتونستم جواب بدم. اینجوری تکیه‌مو داده بودم به دیوار، سرمو کوبید به دیوار. گفتش که دردت اومد یا نه؟ گفتم آره. گفت قانون سوم نیوتن. یعنی اینجوری بهم درس میدادن. یا مثلا خونه ما، حالا به خاطر داستان‌هایی که داریم، اون که یه پادکست جداست کاملا، اگه بخوام راجعش صحبت کنم، یه پادکست به نظرم خیلی جذابم میشه اگه دوست داشتی. آره اگه دوست داشتی. نمیدونم الان واقعا نمیدونم بتونم راجعش صحبت کنم یا نه، فکر میکنم نکنم هیچ وقت. ولی به خاطر یکیش به خاطر شرایطی که بوده و یکیش به خاطر روحیاتمون. خیلی خونه خشکی بود از لحاظ احساسات. ما اصلا قربون صدقه هم نمیریم، اصلا یکی یه اشتباهی میکنه اصلا نمیایم دلداریش بدیم، بگیم مثلا میزنیم تو صورتش میگیم تو این خب تو کردی و پاش وایسا. در این حد که توی تلویزیون سریال نشون میداد، یکی به اون یکی میگفت دوستت دارم، همه یه جوری میشد، کرینج میشدن. جدی دارم میگم. یعنی داداشم مثلا نمیتونست نگاه، سعید مخصوصا خیلی خشکی از لحاظ احساسات و اینا، و اذیت میشد این صحنه ها رو میدید. من حس میکنم یعنی دلیل غالبش اینه که تو چنین خانواده بزرگ شدم. شاید. آره. ولی به نظر من محدود نیست. ما یه انتخاب قطعا محدود نیست. یه انتخابایی میکنیم، یه دانشی از کودکی به دست میاریم. احساس میکنم یه سریاش خودجوشه. آره ولی خودجوشه این که حالا دست تو نیست به یه طرف، ولی خب بالاخره یه سری پارامترها بوده که اون جوشش رخ داده. آره دیگه. آره و ما شاید ندونیم. آره نمیدونیم مثلا که چرا این شکلی شده. شاید یه حدس و گمانایی مثل من الان، شاید مال خانواده‌ام بوده. ولی خب نمیتونیم هیچ وقت به قطع بگیم به خاطر این من این شکلی شدم. خیلی پارامترهای مختلفی وجود داره. یه دیالوگایی تو این 2-3 روز اخیر داشتیم که تو میگی من یه غمی الان توی وجودم هست و لاله. سوال اولی که میپرسم اینه که آیا برای یعنی با تو هم حرف نمیزنه یا تو نمیتونی راجبش صحبت کنی؟ نه با منم حرف نمیزنه. با تو هم حرف دیگه با من حرف نمیزنه دیگه. خب پس میدونی چیه دقیقاً؟ سختمه و تا میام بهش فکر بکنم خودم هم لالم دیگه، نمیتونم باشه ارتباط برقرار بکنم. وقتی میبینم
با هم حرف نمیزنه دیگه منم بیخیال میشم، مثلا پیشو بگیرم که چرا این اتفاق افتاده، چرا این حس وجود داره. قبلا اینجوری نبود، میدونم که خودتون تجربهش کردید. قبلا اصلا اینجوری نبود. نیتیو لوکال هاستی با هم حرف دقیقاً. جدی میگم انقدر من خوب میدونستم، خوب درک میکردم که الان که ناراحتم برای چی ناراحتم. آره منم همینطوری بودم، ولی دیگه نمیدونم چرا. من یه برداشتی کردم از صحبتایی که الان کردی، اونم اینه که وقتی میگی نمیتونم باش صحبت کنی، یعنی نمیتونی باش ارتباط برقرار کنی، نمیفهمیش یا نمیخوای باش ارتباط برقرار کنی یا چیه این؟ یعنی فرض کن افکار تو توی یه اتاق تاریکن و هر فکرت یه نفره. و این اتاق تاریکه و تو کسی رو نمیبینی و اون قدرت صحبت کردن با یکی از افکارت، اینکه باش ارتباط بگیری، بازش بکنی، باش صحبت بکنی، متوجهش بشی، فکر رو آنالیز بکنی، بررسی بکنی، همه اینا میشه یه ابزاری مثل چراغ قوه که دست توه. دقیقاً. و چراغ قوه رو میندازی، میگردی، اون آدمه اون افکاره رو پیدا میکنی. و من الان توی اتاقی هم که چراغ قوه رو دیگه ندارم، میدونم هست یه جاییه ولی نمیتونم پیداش بکنم که بتونم باش صحبت بکنم، نمیبینمش. مثل سروری هم که مثل کلاینتی هم که سرورم آدرسش نمیدونم کجاست. آره. نمیدونم به کی ریکوست بزنم. آره. خیلی ساده بخوای صحبت کنیم تکنیکالش نکنیم. آره نه تکنیکالش اتفاقا کاری ندارم. نمیدونی چته؟ احساس میکنم. آره. دلم نمیخواد بدونم چون شاید خیلی ابراز همدردی باید میکنم که منم واقعا نمیخوام بدونم چمه، میدونم ولی نمیخوام بهش بها بدم. آره چون میدونی مثل چیه؟ دیدی یه نفر میدونه میگه حاجی یه ایده‌ای دارم به یه پروژه با هم بزنیم و میدونی که این پروژه قراره 6 ماه طول بکشه. آره. و با اینکه حتی ایده‌ش هم جذابه، تو نمیخوای 6 ماه الان یه قراردادی ببندی که تا 6 ماه خودتو درگیرش بکنی. نسخه یه ماه بعد تو 2 ماه بعد تو رو جلوتر درگیرشون بکنی بدون اینکه بدونی اونا چی میگن. حالا اینکه مثالی که تو زدی 6 ماه که یه عدد ثابته، تو حتی نمیدونی تا کی. آفرین. این خیلی بدترش میکنه. احساس میکنم این عدم تمایل از این میاد که میدونی این حسه حالا طول میکشه تو درش بیاری. آره همینطوریه. ولی خب یه کاریش باید بالاخره کرد. و نمیدونم منم لال شدم حتی. جدی دارم میگم، جدی نمیدونم باید چی کارش کنم. اصلا به دیگه به اون چیزی که قبلا بوده فکر نمی کنم. اصلا ذره‌ای. نمیدونم چرا این شکلی شده، نمیدونم چی کار باید بکنم که درست شه، نمیدونم چی میخواد بشه، ولی خودم رو یه مقدار بیشتر جمع و جور کردم نسبت به این. و حالا تو چنلم نوشتم الان خیلی زندگی بهتری دارم نسبت به 3-4 ماه گذشتم، یه ذره بیشتر دارم کار میکنم، یه ذره ذهنم بازتر شده، ولی خب هست هنوزم. ولی کافی نیست. نه کافی نیست. چیز باهوشیه، شخصیت باهوشه، نمیشه با این چیز گولش زد. خیلی وقتا تو مثل بچه مثلا با یه اسباب بازی میتونی از یه کار اجتماعی منعش کنی، ولی خب نه اینجوری نیست، خیلی بالغ شده. آره. و رودار خیلی رودار. آره و پررو و رود دقیقاً خارجی ها بهش میگن. آره گستاخ شده، یعنی بهش یه چیزی میگی بعد جوابتو میده. آفرین. دقیقاً. من تو در و دیوار زدنه ذهنیم امروز داشتم فکر میکردم که آقا بیا تا جای ممکن برو بالا ببین چی میخوای، چه معنایی در زندگی تو هست. ما خیلی به این چیزا فکر نکردیم، اصلا مملکت اجازه نمیده. آره حالا امید به اینه که جای دیگه اجازه بده، ولی اگه اونجا من که اصلا امید ندارم. حالا من میگم بابا بذار ببینیم چی میشه. آره حالا ولی
تفاوت اصلا فرض کن همه جا اینجوریه، تو در هر صورت باید جواب این سوالو بدی دیگه. آره بخوای نخوای در راستای این جواب تو حرکت میکنی. جوابشو وقتی ندونی نمیدونی کجا داری میری، پس گوگیجه میگیری. تو این هول و هوش داشتم فکر میکردم مثلا هدف چیه، چی دوست داری باشی، چی باید باشی، چی در زندگی بهت معنا میده. تمام داشتم سیگار میکشیدم، یه چیزی رو خیلی مدت‌ها جلو چشم بود ولی نمیدیدمش. خودم نگاه کردم دیدم که الان یه ذره دارم ادای کالین فرل رو در میارم موقع سیگار کشیدن. دیدم نه داره حالم خوب میشه. گفتم تو چته؟ تو چرا هر موقع ادای یکی دیگر رو در میاری حالت خوب میشه؟ اینجوری برگشتم به اون در خونه روبرویمون که آینه‌ایه، اینجوری خودم نگاه کردم نکنم من همیشه دلم خواست بازیگر باشم. گفتم پشمام. به نظر میاد تو عاشق اینی که خودت نباشی، از خودت متنفری. هر کس دیگه ای باشی اصلا عشقت اینه 6 ماه هده یکی دیگر در بیاری. آره. هر 3 هفته یه بار تیکه کلماتو عوض میکنی، میمیکاتو عوض میکنی. آره. هر 6 سال یه بار رفیقاتو عوض میکنی بدون اینکه خود بدونی. نکنه تو اصلا دلت میخواد بازیگری بکنی. آره. این حالتو خوب میکنه. گفتم چقدر جالب. بعد بیشتر این فکر رو یه مقدار مزه کردم. گفتم آقا این فکری که من دارم میکنم این چیه؟ این رویا پردازیه. اصلا فکر کردن به این که من رشته‌مو عوض بکنم از برنامه‌نویسی برم بازیگری، رویاش این دی دریمینگ حال منو بهتر کرد. و این رشته افکار به این رسید که ما یه اشتباهی در زندگی داریم میکنیم و اون اینه که رویا پردازی نمیکنیم. سخت نگیر، 2 دقیقه بشین، 2 دقیقه ها. مثل رویای کودکی بود که من گفتم تو دوست داری چی کاره بشی؟ من میخوام فضانورد بشم. دختره میگفت من میخوام دندون پزشک بشم، بازیگر بشم. اون دیگه در ما نیست و خیلی هنوز هم یه شوقی داره. یعنی یکی دیگه نگاه بکنه میگه خب این همون کودک درونه دیگه. حالا من کاری ندارم با این حرفا، ولی یه تیکه این کارو کردم مزه داد بهم. دیدم خیلی وقت من از خودم این سوالو نپرسیدم که تخمی به من بگو چی دوست داری انجام بدی. کاملا کودکانه، کاملا فارغ از محدودیت، فارغ از منطق. رویا پردازی کن. دوست داری بری مریخ؟ یه بار اینو رو فری و یاسین تست کردم. رفته بودیم شمال. سوبر، نه آبجو، نه الکل، هیچی، فقط سیگار. کلب سوئیسی احمقانه گرفته بودیم، خیلی مزه داد. تو جنگل دیدیم آقا چیز خیلی خاصی نداریم صحبت کنیم. گفتم بیا بازی بکنیم. یه بازی رو من و فری با هم دیگه ساختیم که هنر مکالمه در پرسیدن سوال‌های درسته. بیایم سوالای باحال از هم بپرسیم، حتی هر چقدر کودکانه هم بپرسیم. گفتم آقا فارغ از محدودیت بگو جیگرت میسوزه چی کار بکنی فقط. یاسین 10 دقیقه ببین باید نگاش میکردید. تا حالا ندیده بودم انقدر با شوق و ذوق درباره کارگردانی و فیلمنامه نویسی برای من توضیح بده. عشق کردم. 10 دقیقه از زمین کندمش با این سوال. رویا پردازی تو زندگیمون کمه این روزا. یه ذره دید من نسبت به این استریکت تره نسبت به تو. حالا من نمیدونم تخیل و رویا پردازی توی سطحه، توی دید تو، توی کاتگوریان. توی کاتگوریان آیا توی سطحن؟ یعنی معنیشون یکیه؟ این سطحی که میگی چه نوع سطحیه؟ منظورم اینه که سطح نه، شاید اصلا اشتباه گفتم سطح. بخوام بهتر بگمش آیا دوتا رو میشه به مثابه هم دیگه نگاه؟ آره یعنی من آیا به جای رویا پردازی میتونم بگم تخیل؟ آره شاید بشه. من با تخیل خیلی مشکل دارم. ببین به نظر من تخیل شاید توی اون لحظه حالتو خوب بکنه، ولی در بلند مدت کاری میکنه از چیزی که الان هستی ناراضی باشی. یعنی آره من مثل دراگ میمونه. 10 دقیقه یاسین کنده شد از زمین رفت توی هالیوود، ولی آیا به
یه ماه بعدش فکر کردی که اون رویا پردازی چه تأثیر روش گذاشته؟ 100% دقیقا بینشم فکر کردم. آره و خیلی مثال به نظرم دقیقی زدم، دقیقا مثل دراگه. دقیقا همینطوره. یعنی آره. حرف تو کاملا قبول دارم. مثلا 5 دقیقه نه 30 ثانیه بعد از اینکه خودم این روی پردازی کردم گفتم ولی حواست باشه ما یه دلیلی داشت که روی پردازی رو گذاشتیم کنار. آفرین. من اینو داداشم من خیلی گفت که مثلا تخیل یا رویا پردازی یا خیلی داداشم من بدتر به این نگاه میکنه، به این میگه وهم. میگه تو داری توهم میزنی. من بابام همیشه بهم میگفت از رو ابرو بیا پایین. آفرین. ولی پدر من چطور آدمیه، برادر تو چطور آدمیه، عصا قورت داده یه ذره خشک مذهب. آره. اون نمک زندگی رو ندارن بعضی وقتا نه همیشه. آره. بخاطر همین میگم یعنی در حد نمک غذا که یه شوری در تو به وجود بیاد. بعضی وقتا موقعایی که دیگه نمیدونی چی کار بکنی. شل کردن این نیست بری تو اینستاگرام تا 200 ریلز ببینی. نه اون که شل کردن همینه. آره شل کردن همینه، قبول دارم. ببین خب یعنی کاملا کنترل شده، فقط در حد این که تو مزه دهنتو عوض بکنی به عنوان مدیسن نه دراگ. دقیقاً همینه. آره. مثل این که تو میگی آقا من امروز از چلو کباب خسته شدم بریم نون پنیر بخوریم. آره. یا برعکسش. دقیقاً. فقط برای تغییر مزاج. من یه اعتقادی دارم، اینو خیلی بازش نمی‌کنم برای بقیه چون خیلی متوجه حرف من نمیشه. بعضی که اصلا متوجه حرف من نمیشن، بعضیا یه مقداری میگن آها چقدر جالب، ولی هیچ وقت درک نمی‌کنه که من دارم چی میگم. اسم ما بوده. آره. من اصلا به این دنیا به چش زندگی کرد. ببین اصلا نمیخوام بگم اونور بعد از مرگ چه، نمیدونم. کی میدونه؟ آیا با چهار تا نوشته من میتونم تصمیم بگیرم که اونور این شکلیه؟ و نوشته خیلی هم احمقانه به نظر میاد. مثلا نهر چه میدونم عسل و اون یکی میگه مثلا یکی با نیزه 3 شعبه وایساده. ما انقدر حرامزاده هستیم که بدونیم یه حرامزاده فهم میتونه این حرفا. آره. این تیکر رو کات بکنیم. نه بذار باشه به نظرم. آره ولی واقعا به این زندگی به چشم میدونم که زندگی این نیست که ما داریم میکنیم. مطمئنم، یقین دارم، ایمان قلبی دارم بهش. چند بار اینو به بقیه گفتم و تو هم حس منو داشتی. میگم فلانی این زندگی نیست، این شکلی نیست. تو هر کاری بکنی، یعنی ببین تو فرض کن دنبیلزریان باشی، تو فرض کن ایلان ماسک باشی، بازم این زندگی نیست. تو این دنیا تو نمیتونی زندگی بکنی. اسمش حیات نیست. دنبیلزریان یه پادکستی نمیدونم کلیپشو دیدی یا نه، من اون موقعی که این استا داشتم اینو دیدم، خیلی جالبه. میگه تو دنیا خیلی آدمای کم میشناسی دنبیلزریانو؟ آره تا یه حدی خیلی کم. منم همون حد میشناسم که دلال اسلحه و ماریجواناست. یعنی خیلی آدم پولدار و اهل لهو و چه میدونم لعب. آره بخوایم بگیم اهل خوشگذرونی و به اصطلاح، حالا که من خیلی حال نمی‌کنم با اون، ولی مشتری ثابت بکن کرده است. آفرین. آره فحشا، فساد، بخوایم اینجوری بگیم. دو تا آخوند نشستیم. آره قشنگ. آره کلمه بهتری براش پیدا نمی‌کنم. کثافت کاری. آفرین. میگه که توی دنیا خیلی آدمای کمی هستن که انتهای پلژر رو دیده باشن. حالا به دید خودش بهش میگه پلژر، ولی من یکی از اونا بودم. میگفتش که مثلا من پولدار که شدم یه کشتی مثلا 50 میلیون دلاری داشتم، توش 50 تا مدل، هر شب با یکی یا 10 تاشون همزمان هر کاری دلم میخواست میکردم، بازم بیشتر میخواستم.
بازم بیشتر میخواستمش از این جنس نبود که نه 50 تا نه 100 تا. میگفت من اینو نمیخوام دیگه، در تعداد نیست. آره اصلا دیگه کیفیه. میگه این نیست، میگه زندگی این نیست. این تو هر کار، این که اولش گفتم مخالفم با تو که تو بری یه جا دیگه درست میشی، اینه تو هر کاری هم بکنی نمیتونی به اون معنی زندگی برسی. البته این وسط بگم من یه دلیل متفاوتی نسبت به بقیه دارم. بقیه میگن اونجا درست میکنه، یعنی اونجا درست میشه و اینجا حرفا. تمام دلیلی که من میگم آقا شاید اونور یه اتفاقی بیفته فقط از این حیث که شاید اون موقعیت جغرافیایی و اون سیاست خاص اجازه بده که من بهتر رو خودم کار بکنم. شاید چون اینجا من اجازه نمیده من رو خودم کار بکنم، اجازه نمیده من انقدر تو درگیر زنده موندنی که نمیذارم سروایو کردنی که آفرین. امید به اینه که محیط کمک بکنه که تو به خودت کمک بکنی. کمکم بکنه، یعنی نمیتونست درستت کنه. اونجا هم سخته زندگی. آره دقیقاً. شاید بدتر. آره و شاید بدتر و شاید اصلا محیط اونجا برای افرادی مثل ما نه خیلی بدتر، انقدر که در دسترس همه چی شاید بدتر بشه طرف، یعنی گم بشه. همه چی دیدم ممکنه و من تحسین میکنم تو رو که حداقل میخوای امتحانش کنی. جسارت اینو داری که بری ببینی میشه یا نه. آخه حقیقتا تمام تلاشمو کردم با چشم بسته نرم یه چیز، یعنی من واقعا دارم میرینم زیرمو میرم، چون میبینم به چشم که ملت میرن و چطوری بیچاره میشن. دقیقاً. چون هر موقع تو یه چیزی رو کشیدی بالا خودشو میکوبه زمین. هر موقع چیزی رو کشیدی پایین خودشو میبره بالا. آفرین. یه بالانس دانمارکی رو تو باید رعایت بکنی. دقیقاً. که همیشه آماده‌ای بگاهی طور، ولی اون بالانس خیلی فرق ایجاد میکنه تو تجربه تو از همون مورد واحد. من هی به تو بگم پیتزای فلان جا عالیه، بریم انقدر انتظار تو میبرم بالا خودشو میکوبه زمین. باریکلا. خیلی خوب نبود. دقیقاً. من دیگه خیلی عامیانش میگم بهشت نسازین از این ور اون ور. اونجا هم زندگی همینجوری. مثلا من با یکی از بچه‌ها که میشناسیش، حالا اسم اجازه ندارم ببرم، بحثم همینه که مثلا اون میگه اون ور بری زندگی میکنی. میگم از این خبرها نیست. ببین تشنگی همیشه دردش بیشتر از سیری بوده. همیشه همین. آره. ما درد این که نمیتونیم به راحتی آبجو بخوریم خیلی برامون شده. ولی این که هر روز بتونی آبجو بخوری اصلا لذتی نداره. تو تازه از صفر میرسی به صفر. ببخشید از منفی میرسی به صفر. یعنی هیچ وقت مثبتی وجود نداره. دقیقاً. و تمام تلاشای ما اینه که به صفر برسیم. مثبت کجا بود؟ لذت بی‌نهایت رو نداریم. من هر روز برام نمیدونم جانی واکر بخورم. آره جک این حرفا اصلا نه این بخورم. مثلا حالت به هم میخوره. تو 2 روز چلو کباب پشت سر آفرین خسته میشی. ما داریم سعی میکنیم به ثبات برسیم. آفرین. آره قبول دارم این حرف کاملا. این کمبوده داره بیچارهمون میکنه. مخالف کمبود لذت نیست واقعا. سیری کاملا این چیز خنثیه. دقیقاً. نه لذتی توش هست نه دردی. و حتی سیریه ممکنه حالتو بد بکنه. حالا شاید کمتر از گرسنگیه، خیلی کمتر. آره ولی باز تو بعضی وقتا غذا زیاد میخوری میشینی میگی عجب گوی خوردم. ما فقط داریم تسکین میدیم. دقیقاً. این خیلی مهمه که تو اینو درک بکنی که تو قرار نیست خیلی ساده بگم منفی بشه مثبت. تو فقط میخوای بالانس بشه. به شخصه خیلی دوست دارم بدونم که اون مثبت چیه و مطمئنم، گفتم یقین دارم که تو اینجا نمیشه به اون مثبت رسید. توی این دنیا، توی این به اصطلاح جهان، هیچ کلمه مادی براش نمیشه، چون ماده نیست. ذهن تو هم نمیتونه تحلیلش کنه. چرا؟ چون ذهن تو هم ماده است. یه چیز غیر مادی رو تو نمیتونی با ماده تحلیلش کنی. و خیلی جالبه. مولا صدرا خب دیگه فکر میکنم بزرگترین فیلسوف ایرانی بوده توی کل تاریخ. حالا یه کتابی هم هست من خوندمش، ممکنه به مزاج خیلی خوش نیاد ولی کتاب به شدت جالبیه.
زندگی نامه ملا صدرا به اسم مردی در تبعید ابدی. اسمو تو ببین، مردی در تبعید ابدی. من چون نشنیده بودم. نادر ابراهیمی نوشته. آره. یه ذره خب فضاش ایرانی اسلامیه، خب چون خب بالاخره مال اون دور است. ولی کتاب جالبی. ملا صدرا یه حرف خیلی قشنگ داره، میگه که همه این چه میدونم نماز بخون تو به خدا میرسی، نمیدونم فلان کارو بکن فلان کارو بکن، قاعده قانونا همش کشکه. من 40 سال خودم رو توی تبعید بردم تا به شهود رسیدم. دیدم. یعنی خودش آره میگفت که به آره شهود آره رسیدم. آره آره آره. کم نیست. نه میگم بالاترین مقام عرفانی این، به شهود رسیدم، دیدم همه چی. شوخی نیست. اصلا شوخی نیست. و میگفت باید به شهود برسی تا بفهمی و کار ما نیست اصلا. اصلا نمیدونیم واقعا اصلا میخوایم. آفرین. بعضی وقتا دلمون میخواد لای همین کثافت زندگی. دقیقاً آفرین. بعضی وقتا که خیلی وقتا واقعا جرأتشو نداریم به شهود برسیم. خیلی حرف عجیبیه این که آقا من 40 سال خودم رو منزوی کردم، رو خودم کار کردم. اصلا 40 سال عدد رو نگاه کن، 40 سال. یه ماه من اینجوری میشم از خودم زده میشم دیگه. میبره. آره طرف 40 سال خودشو از همه چی جدا، از همه چی، خب از رفیق و اینا به کنار، ممکنه از ریاضت‌های عجیب غریب تری کشیده باشه تا به اون نوع، یعنی بندشو از اینجا کنده دیگه کاملا. میگه من به هیچ چی توی اینجا نیاز ندارم و نمیتونه بگه، نمیتونه تعریفش کنه. چرا؟ چون اگه حرف زدن یه چیز مادیه، توی این دنیاست، توی این دنیای مادیه، با این کلمات نمیشه. همینه که بزرگش میکنه. دقیقاً. و نمیدونم، به نظر من معنای زندگی اونه که به شهود برسی، به ببینی. آخه اینجا جای بحث داره. معنای زندگی برای کی؟ یه مادر نمیتونه حرف بزنه معنای زندگی در بچه‌شه. حتی یه گرگ مادرم نمیتونه حرف بزنه. آره. داستان اینجاست که من و تو به قدری سخت گیریم که سریال پاتریک ملروز رو دیدی؟ نه. خب اون دقیقاً میگفت only the best or go without. انقدر ما سخت گیریم. آره. یا بهترینش بدون. میگم آقا بالاترین معنا در کل این زندگی مادی و غیر مادی که میتونیم ما متصور بشیم و من بگو من اونو میخوام. آره دقیقاً. پس تو اگر نه حواست باشه که چیزی که میخوای خیلی سنگینه، عیب نداره یه 2 لول بیا پایین‌تر، چون اینجوری نمیتونیم. آره همین. اصلا مسیرش به نظرم همینه. اگر بخوای بفهمی، یعنی خود ملا صدرا هم قطعاً یه دفعه که این کارو نکرده، خیلی رو خودش کار کرده، پله پله رفته بالا. ببین چیزی که من دوست دارم بفهمم، توی جمله‌ای توی اون پادکستی که خواستیم بگیریم همه بچه‌ها بودن و نشد، به خاطر که من و تو همزمان توش بودیم، این بود که من و تو دنبال حقیقتیم. یعنی قوانین، یعنی چطوری داره کار میکنه، یعنی همه چی. خیلی جسورانه این حرف میکنم، خدا داره چی کار میکنه. یعنی من میخوام با اون یکی بشم. صادقانه بگم من از این داستان کشیدم بیرون. جدی؟ یعنی میگم آقا من خودمو تا همین حدی که پاره کردم بازنشسته میکنم، میسپرم به یه ورژنی تو بک‌گراند خودم، اون برای خودش یه سری سوال آره بچرخه، یه ورکری اون پشت ایسینک داره کار خودش انجام میده، یه گروتینی این پشت بازی میکنه و فقط بذاره تو نفس بکشی یه لحظه، اون هر چیزی که تا الان ندیدی و 2 دقیقه ببین. بخوای نخوای تو اینجایی، آره در دست قالب این ماده، آره. دور و بریات دارن اذیت میشن، یه نگاهی به اونا هم بکن. آره واقعا. و خودت هم داری دیگه دیوونه میشی. آره آدم به مدنس میرسه واقعا دیگه از یه جا به بعد. حرف خیلی تلخیه. اینو بیا بذاریم کنار، این موضوع خیلی دیگه چیز شد. آره شد، اگزاجریت شد.
اینو من می‌خواستم به فری بگم ولی چون الان حسش برام داغه به تو میگم، چون میدونم قشنگ‌تر درکش می‌کنی. شاید اینو حسام کمک کرد بفهمم. برای تو اومدنی هم بهت گفتم ولی میخوام بازش بکنم که میگم از شب فرودگاه همه میترسن. همه خشتک سنگین میکنن واقعا، یا میترسن یا میگن تلخ ترین شبه، یا میگن برات آرزو میکنیم ولی باز در شوق رفتن برات آرزوش میکنن. اون شب مریضگونه برای من لذت بخش احتمال میدم از شناختی که از خودم دارم خواهد بود. چرا؟ چون ما معنای زندگی رو در وهله اول از در تراژدی میبینیم. این باعث شد که ماها تلخی برامون یه معنی دیگه داشته باشه، مزه بده. درک میکنیم اسطوره این مثلا تراژدی رو. آره. و اون بالاترین فرم تراژدیه که یه شخص ایرانی میتونه تجربهش بکنه که شیرینه. آره تلخ، یعنی شیرینه. تراژدی تر از این داریم ولی تلخه. بالاترین تراژدی شیرینه این. آره. یعنی مرگ عزیزان به نظرم خیلی تراژدی تره. دقیقاً همینو میخوام بگم. آره ولی اونا تلخه واقعا. اونا تلخن. اونا فرق میکنه. و بی‌صبرانه من منتظر اون لحظه‌ام مریضگونه. آره که حسش کنی که یکی میدونم یکی از معدود لحظاتی در زندگیم خواهد بود که بیشترین احساس زنده بودن رو بکنم، بیشترین احساس تعلق داشتن رو بکنم. ولی داستان اینجاست که خب با اینش کار ندارم، میخوام از این جهت نگاش بکنم که در لحظه رفتن احتمال میدم تا یه مدت خاصی این حالا خیلی من جاش نیست و جای منم نیست، یعنی حق ندارم درباره این موضوع نظر بدم، دارم نظریه پردازی خیلی دورادوری میکنم که دلتنگی و نوستالژی و اینجور چیزا خیلی اذیت نکنه. چرا؟ دلتنگی و نوستالژی جفتشون نسبت به چه چیزاییه؟ نسبت به چیزایی که تو داشتی. و چیزهایی که داشتم ازشون خداحافظی کردن، باشون ودا گفتن خیلی راحت تره برای من به شخصه، چون داشتمشون. هنوز هم یه جوری میشه گفت دارمشون. من همیشه با اونها خواهم بود، اونها همیشه تو قلب من خواهم بود و مزه داشتنش رو هم تجربه کردم و سیرم ازش، نه که نمیخوامش. هر لحظه زندگی باشه لذت بخشه. دقیقاً. میخوام برگردم به همون حرف که ما فقط منفی و خنثی هیچ وقت مثبت نداریم. آره. ولی تا آخر عمرم اینو به جد میگم، میدونم که نسخه پیرتر از من اینو تایید میکنه، اینو به جد میگم، تا آخر عمرم هر چی که نداشتم تا آخر عمرم عذابم میده. هر چی که تشنش موندم، هر چیزی که بهش نرسیدم یا در زمان درست بهش نرسیدم، هر چیزی که حسرتش تو دلم موند، تا آخر عمر من عذاب میده. هر چیزی که داشتم، چه ازش استفاده کردم چه نکردم، خیلی دردش کمتره. به شخصه برای من این شکلی نیست. حالا می‌خواستی بحث اینجوری پیش بری، یعنی نظر منو می‌خواستی بدونی؟ نه همینجور دارم تعریف می‌کنم. آها داشتی تعریف می‌کردی. آخه گفتی می‌خوام اینو از تو بپرسم، حس کردم می‌خوای یه جوابی از من بگیری. نه مونولوگه. مونولوگ. دلم می‌خواست این حرفو ثبت بکنم. آره. چون نسسرلی لازم نیست تمام این شکلی باشه. این به نظر من بده. آره خیلی بده. این به نظر من بده. آره. این هیچ امیدی توش نیست، این هیچ معنایی توش نیست. آره. این فقط تلخیه. ببین من به نظرم این حرفت که درسته، اون چیزی که داشتی خیلی اذیتت نمیکنه، ولی یه جمله گفتی خیلی عجیب بود برای من. گفتی اون چیزی که داشتم چه استفاده کردم چه نکردم دردش کمتره. برای من به شدت اون چیزی که داشتم و استفاده نکردم خیلی عذاب آورتره. این درسته. تا اون چیزی که نداشتم هیچ وقت. 100%. آره. و کلا من این شکلی هم که به نداشته هم خیلی فکر نمی کنم. آخه میدونی داستان چیه؟ یه تفاوت ریزی اینجا هست. تو چیزی اگر داشتی و استفاده نکردی، میگیری خودتو جر و جر میکنی، خودتو تقصیرکار میدونی و میدونی آقا من انگشتمو سمت کی بگیرم، سر کی داد بزنم، از دست کی عصبانی باشم و به کی بگم آقا تقصیر خودت بود.
ولی اون چیزی که نداشتم الان یقه کیو بگیرم؟ چون عصبانی هم سرش، نمیتونم بپذیرم که آقا عیب نداره نداشتم. چرا نمیتونم؟ چرا؟ چون تمام زندگیمو گند زد بهش. نه خیلی دارید سخت گیرانه نگاه میکنی به نظر من. ببین چیزایی که نداری بیشتر عوضت میکنه تا چیزایی که داری. نه من اصلا به نظرم تأثیری نداره تو زندگیت. اگر بهش فکر نکنی و هر لحظه زندگی تشنش نباشه. خب همین آخه چی با اینجوریه تو زندگیت؟ چی نداری که انقدر داره به قول تو هر روز و هر شب داره عذابت میده؟ خیلی عجیبه این. چی؟ برای خودم هم عجیبه. میدونی چی؟ میدونم و حقیقتش مایل نیستم درباره‌اش صحبت بکنم. خیلی عجیب شد. و بین هر چیزی که یعنی این چیزی که دارم میگم تقریبا میشه گفت فقط یک چیزه. یک چیزه، چیزای زیادی نیست، چیزای کوچیک و بزرگ نیست، یک چیزه. و میدونی نخواهی داشت یا اینکه خواهی داشت و ممکنه یعنی داشته باشیش. حتی داشته باشم هم دیگه به مزه نمیدم دیگه. نه که فقط هدفش مزه نیست. I'm so confused. خیلی عجیبه. یعنی تو اون نداشتنه رو میخوای؟ من این برداشتی که کردم اینه. یعنی که دوست دارم نداشته باشم. آره. نه دوست داری داشته باشی ولی میگی داشته باشم بهم دیگه مزه نمیده. ببین کم و بیش دارم حدس میزنم چیه. آره. شاید بفهمیش. آره. شاید. نمیدونم. خیلی چیز کوچیک و چیزی هم هست. آره. پیش و حالا حدس نمیزنم اینجا چون دلت نمیخواد راجعش صحبت کنی. اون بازی که بعد میومد نه تنها نیومد بلکه منو گایید. اون بازی که بعد قطعی مطمئن شدم که چیه. خب ادامه بده. خیلی خوب شد که من فهمیدم چیه. نیافتاد منو گایید. آره. بارها و بارها پشت سر هم، هر بار که من با اعتماد به نفس و بدون هیچ ترسی از کانسیکوئنساش باز رفتم سراغش، بازم تلاش کردم بهش برسم، باز این منو گایید تا موقعی که گفتم من نمیخوام، من بریدم. بعد میبینم نه نمیشه همچین چیزی رو نخوای. نمیشه نخوای. همین که یه سری تلاش مذبوحانه، یه سری ورژنای چیپو به درد نخورد اومد که مثلا مثل یه نون پنیر که جلوی من فکر میکنم مخاطبا هم فهمیدن چیه. امیدوارم نفهمیده باشن. آره من که یعنی قطعی فهمیدم چیه چون زیاد راجبش با هم دیگه صحبت کردیم. امیدوارم الله اشتباه نفهمیده باشی. زیاد که 2-3 بار راجبش صحبت کردیم و من خیلی خوشبینانه باهات راجبش صحبت همونه. آره. هنوزم همون حرفا رو میزنم. تو دیدت خیلی عجیب برگشته نسبت به این قضیه و بذار باز هم اتفاق بیفته. بذار ببین تو زندگی آزمون و خطاست کلا. اینو قبول داری؟ آره. چی کارش میخوای بکنی؟ من عصبانیتم از اینه که اصلا نذاشتن من وارد بازی بشم و آزمون و خطا کنم. این خیلی تماشاچی آزمون و خطای بقیه بودی. خب فکر کردی من مگه اینجوری نبودم؟ تو خیلی کمتر اذیت میشه سر این داستان. چرا؟ خیلی کمتر. من یه حرفی بهت زدم توی ماشین، خیلی چیزترشون اینجا لول پایینتر ازشون میگم و اونم اینه که من یه ذره آدما حرفاشون برام شاید اون لحظه خیلی روم تاثیر بذاره، در کل مهم نیست. حرفاشون چه؟ یا کاراشون یا ببین تو داری میگی نذاشتن من وارد بازی بشم. خیلی سخته که ما نمیخوایم بگیم چیه و تو داریم راجبش صحبت میکنیم. خیلی سخت. من هیچ سرنخی نمیتونم به تو بدم که یعنی تو خیلی از حرفای منو متوجه نمیشی، منم خیلی از حرفای تو رو متوجه نمیشم. ولی اینجوری بهت بگم که
واقعا مهم نبوده برام، یعنی واقعا به دید آزمون خطا بهش نگاه کردم. بازی ندادی به تخمم، به جهنم که ندادی، بالاخره یکی پیدا میشه بازی. دیگه اذیتت نمیکنه تشنگیش. چون ببین درباره موضوع حساسی داریم حرف میزنیم، شوخی نیست، بیولوژیه. آره دست تو نیست. آره نه تشنگی که دارم، آفرین، تشنگی که دارم. اصلا خیلی وقتا این تشنگی باعث میشه اشتباه بکنم. آره داشتم میگفتم که این تشنگی بالاخره هست و نمیشه باش جنگید، قبول دارم و گفتم خیلی وقتا باعث میشه که اشتباه بکنی، ولی این که نه دیگه نمیشه و اگر باشرم دیگه اون اتفاق من اصلا نمیتونم اینو بفهمم. از کجا میدونی؟ ببین داستان اینجوریه که این یه عصبانیت کهنه است از یه داستانی که اتفاق افتاده و گذشته. تو هر چقدر دلت میخواد اون چیزی که من میخوام بذار جلو چشم، از صبح تا شب من فقط دارم عقب رو نگاه میکنم، دلم به حال اون ورژن کوچیکترم میسوزه که نتونست، یعنی نمیتونم کنار بیام با این موضوع، واقعا نمیتونم کنار بیام با این موضوع که ورژن کوچیکتر از من چه عذابی کشیده، چه بلاهایی سر خودش آورد، چقدر در این راستا دوید و خورد زمین. آره. و تهش هم واسه چی بهش نرسید. من حرف یه لحظه نقش خودتو بازی کنم، تو نگاهت به درد با بقیه میگه متفاوت نیست. نمیدونم، اینو که خودت گفتی. آره. من که این شکلیم، تو هم این شکلی، و چون اینجا یه ذره اون احساسات، یه ذره که نه بیشتر احساسات غالبه الان توی این قضیه برای تو و اعصابت هم از این خورده، میدونم که دیگه نمیتونی باهاش حرف بزنی و مثلا بگی که با این راه کار، با این سولوشن بود، ولی تو نگاهت به درد متفاوته. اینو دارم به جای خودت دارم بهت میگم. درد چیزی نیست که بمونه تو بهش فکر کنی چه دردی کشیدم، نه، درد اون نیست. چقدر خوردم زمین، چقدر عذاب کشیدم، نه، درد اون چیزیه که دردش به تخمم نیست. نه اصلا از کانسیکوئنسش عصبانیه. همین چون تا آخر عمر دنبالته. نه خودت داری میکشونیشون. فروید داره اینو میگه. ببین I don't give a shit. واقعا من نسبت به نظریه‌های روانشناسی هیچ ارزشی قائل نیستم. نه آقا، به نظرت این، حالا چجوری بگم، نمیگم به نظرت، اینو گوش بده که کسایی که در سن بالاتر مشکل پرخوری عصبی دارن، خب یه احتمال زیادی میره که در کودکی از پستان مادر به اندازه کافی شیر نخوردن، اون لذت شیر خوردن رو نکشیدن. خب و تا آخر عمر این پرخوری عصبی میمونه. یعنی این دوتا با هم دیگه مرتبطه. خب من اینجوری فکر میکنم. خب نه، اشتباه داری فکر میکنم. ببین چرا من دارم میگم هیچ ارزشی قائل نیستم برای حرفای کسایی مثل فروید و چه میدونم چیزای روانشناختی. باز یک آدم داره یه چیز غیر مادی رو داره بررسی میکنه. این دیگه مادی نه. غیر مادی نیست این موضوع. کدوم موضوع؟ همین مثالی کردم برات. مثال غیر مادی نیست. آفرین. نکتم سر چی بود؟ تو داری یه مثال مادی برای یه چیز غیر مادی میزنی. چرا غیر مادیه به نظرت؟ مثالی که زدی مادی بود. آره نه، اون چیزی که براش مثال زدم کاملا غیر مادیه.
اون حسی که تو دنبالش بودی دست و پا زدی و نتونستی به دستش بیاری کاملا غیر مادی. اگر مادی بود تو با هر چیزی میتونستی اون رو برآورده بکنی. چرا انقدر دنبالش گشتی پیداش نکردی؟ قطعا غیر مادیه. پرسپکتیو جالبیه. ببین هر چیزی فارغ از این باشه که تو نخوای تجربه جدید بکنی، نخوای عوضش بکنی، نخوای چه میدونم خستت نکنه، غیر مادیه. چون قانون دنیا اینه که خسته شو، دنبال چیز بیشتر باش. خب و اینم از همون جنسه. تحلیل جالبی کردی. آره به نظر من کاملا غیر مادیه چنین چیزی. پس اگر بخوای غیر مادی نگاش بکنی اصلا باید رویت رو عوض بکنی. آره. چرا ما الان درگیری که با خودمون داریم نمیتونیم با خودمون صلح کنیم؟ چون یه مشکل غیر مادیه و بالای همه چی توی ذهن ما چیه؟ منطق یعنی چی؟ یعنی 2 تا 4 تا. منطق ماده است، اصلا به رو ماده کار میکنه. چیزی که بشه پیش بینیش کرد ماده است. خب و اون مشکلی که ما داریم غیر مادیه، هم من هم تو. من نمیخونه این دوتا با هم و به خودمون هم فرصت نمیدیم که راهشو عوض کنیم. میگیم نه تو اینی که هستی، تو یه آدم منطقی خشکی بیرحمی. خودمون هم به خودمون فرصت بدیم یه سری محدودیت‌های بزرگتر نمیذاره. مثلا جامعه. آره جامعه این نیستش که توش تو آزمون خطا بکنی. قبول دارم. جامعه بیرحمیه. ببین این که 100 بگی نمیتونی به نظر من نیست، سخته. آقا برای یه چلو کباب باید 500,000 تومان بدی به جای مثلا 200,000 تومان بفرض. یعنی هزینه اضافی باید بدی. این خودش اعصاب خوردی داره. اعصاب خوردی داره، سختیه دیگه. باید به پیشو به تنت بمالی. من به نظرم الان اینجا این مسئله، تو میری یه کشور دیگه، یعنی حالا نمیدونم منظورت از جامعه خودمونه یا هر جامعه‌ای؟ تقریبا هر جامعه. ولی به نظر من بیشتر از همه اینجا اصلا. آره اینجا که درسته. اصلا اینجا نمیذاره تو تکون بخوری. آره ولی من که به نظرم تو هر جا بری، من اول فکر میکردم منظورت از جامعه اینجاست، ولی تو هر جا بری جامعه حالا یکی زنجیر انداخته دورت، یکی طناب انداخته دورت. آره یعنی حالا اندازش فرق میکنه ولی بالاخره داریم، اصلا نباید به اون فکر بکنیم. سختی داره. خیلی آزمون خطایی که ما می‌خوایم بکنیم خیلی شاخ و دمدار نیست که مثلا پلیس اینترپل بیفته دنبالت. یعنی نه اصلا میگم طناب راحت‌تر از زنجیر میشه انجامش داد. جامعه رو بذار کنار، این آزمون و خطاه روی این، یعنی بقیه رو بذار کنار. منظورم از جامعه همه عوامل خارجی. تو اینو بذار کنار، حتی رو خودت این آزمون خطای زیاده ممکنه تاثیر بد بذاره. من دیدگاهم چیه نسبت به این؟ اینه که تو انقدر باید رو خودت کار کنی، خب، و اون حسه رو آماده کنی که دیگه دنبال چیز خاصی نباشی. خب یه اتفاق عجیب غریب نه چیز خاص، منظور نه این که مثلا اون اتفاق نیفته برات، خب اون اتفاق ارضات بکنه تموم بشه. من دیده من اینه. خب وگرنه باز میفتی تو دام این که بیشتر میخوام، این نشد. خب یه سری چیزا هستن که نمیشه اصلا اینجوری بهشون نگاه کرد، یعنی یه ضربه‌ای بهت میخوره که نمیتونی، ولی دارم میگم بعضی وقت سخت میگیریم و اینو باید به نظرم خیلی رو خودمون کار کنیم تا درست بشه و سخته. آره
ولی راه حل جالبی دادیم. آره به نظرم آره فکر کنم مقدار اگر من پرسپکتیو عوض بکنم شاید بشه یه راه حلی براش پیدا. آره خودم هم نتونستم موفق باشم تو اینا، دارم اذیت میشم، ولی خب به نظرم راه درست اینه. فرصت پیاده سازی نداری. آره به قول تو تا وقتی دنبال زنده موندنی. دقیقاً. نه جایی هست، نه کسی هست، نه سازمانی هست، نه کلوپی هست براش. نه هیچ. یه متنی هست، اینو به عنوان حسن ختام میگم. یه متنی هست عکسش خیلی وایرال شده، با اسپری یکی با خط عجیب غریبی رو دیوار نوشته که تنهایید، باور کنید. تنهاییم حاجی، یعنی هر کاریش بکنی خودتی و خودت. پاسکال میگه دیگه. آره. ما بزرگترین تنها، نمیگه بزرگترین، میگه تنها مشکل انسان اینه که یه رب نمیتونه توی اتاق با خودش تنها باشه و باید اینو قبول کنیم. یعنی باید تنهایی رو، یه جمله‌ای هست منسوب به یکی از فیلسوفای عرب، حالا نمیدونم اسمش چیه، ولی میگه که اگر لذت تنهایی رو میچشیدید از خودتونم فرار میکرد. چقدر جمله دیپ و عمیقه. میگه تو اگر واقعا مو به تنم سیخ میشه جمله رو میگم، میگه تو کوچولو درکش. آره دقیقاً. ببین درک عمیقش که واقعا اصلا کار ما نیست، کوچولو تجربهش کردیم. تو کلا ما یه مقدار سوسیوپاتیم. دقیقاً من شدم. حالا جالبیش اینه، نه نشدم، بودم، فقط الان دارم نشون میدم. آره بودم. گفتی شدم، گفتم الان میپاشی رو من. نه نه اصلا اینجوری نیست. آره ولی آره به نظرم تنهایی رو خیلی باید بیشتر کار کنیم روش و قبول کنیم که تنهایی. آره تنهایی خوب. آفرین. نه که تنها میرن سفر. نه اصلا نه، اینا اصلا منظور اینا نیست. نه میدونم ولی اون شروعشه. همون تنهایی رستوران رفتن اون شروعشه به نظر من. آره یعنی تو نمیتونی جامپ بزنی اون یکی شروعش با این نیست. آره یه وقتایی باید. من کاری که کردم همین بود، یه هفته غیبم زد. میخواستم یه ذره تجربهش کنم. آره. تجربه نکرده بودم تا حالا. من تو عمرم خیلی تنها نبودم. اسمن شاید تنها بودم ولی رسمن و اینکه مثلا واقعا خودم بگم تنها اونجوری نبودم. یعنی یه مدت بوده دوست نداشتم. ولی خب به خانواده‌ام خیلی تعلق داشتم. با خانواده زیاد وقت می‌گذروندم. تنهایی این جنسی که دیگه هیچ کس نیست. من داداشم اینو 8 سال تجربه کردم. 16 سالگی رفت تا موقعی که ازدواج کرد. میدونم بعد تجربهش کرده. سخته، خیلی سخته. اصلا ببین سخت که سهله. من بعضی وقتا به شوخی هم نه به جدی، واقعا جدی من خودم میپرسم، میگم چطوری داداشم از زنده مونده؟ تونسته. جدی میگم. آره. اصلا زنده مونده اوکی، چطوری گرتی نشده، چطوری چیز نشده، الکلی نشده، نه واقعا اراده پولادی چطوری این تونسته زنده بمونه و زندگی سالمی بسازه بعد 8 سال تنهایی. خیلی خیلی سخت. تو جایی که جا برای خواب نداشته چطوری این کارو تونسته بکنه؟ جا برای خواب نداشته و هیچ استرسی هم از اینکه کاری که میخوام بکنم مثلا اتفاقا هر کاری دلش میخواسته میتونسته بکنه. تکنیکلی آره ولی در حقیقت نه، چون ذره پولم نداشته. اجازه کارم نداشته. اینجوری. نه اجازه کار، نه درآمد، نه کسی بالا سرش بوده. یعنی بابام یه بار میگفت، مثلا جالب این طرز فکر که میگفت یعنی بچه یه بار دلش درد نگرفته، نه پول، نه خونه، نه فامیل، نه رفیق، هیچی. چطوری یه نفر توی شرایط میتونه زنده بمونه و الان یا با خودش آسیب نزنه؟ و الان بچه داره. خیلی خیلی واقعا ارزشمند و زیباست واقعا زیباییه. کیف میکنه آدم میبینتش. من هنوز با لول کیفش نرسیدم، هنوز داره تعجبم. نه من آخه خب تو
اولا که تو ممکنه اینو تجربه کنی، یعنی به این حالت چون داری میری و یه ذره تجربه، یه ذره آره یه ترسی تو وجودته که من میتونم مثل این باشم. ولی خب من که دارم از بیرون نگاه میکنم و توی شرایط تو نیستم میبالم، یعنی دوست دارم اینو تعریف کنم برای همه. داداش آریا این کارو کرده، خیلی خیلی جذاب و خیلی ستودنیه واقعا. حرفی نیست دیگه. آره من فقط نگه ناراحت میشم ولی مثلا دارم به فکر میکنم که خب این اپیزود میتونه underrated نه کلا از لحاظ ریتینگ و مخاطب کمترین مخاطب داشته باشه، چون کلا موضوعی که ما صحبت میکنیم من واقعا اپیزود تو رو گوش دادم. خب با من که نبودی، نه با فرهنگ صحبت میکردی و من واقعا عشق کردم. حتی اپیزود سومم که مال امیر نه یه جور دیگه بود، حالا امیر اسمشو نه دیگه تو اپیزود نشیده بودم. کات کن باشه مشکل نداریم. آره اون حتی اون اپیزودی هم که با ویلسون گرفتم باز عشق کردم، یعنی انقدر این کثافت شوخی میکنه و چرت و پرت از من جر خوردم. خیلی واقعا شخصیت عجیبی ولی مال ماها نه دو تا پیرمرد افسرده بود ایزی لایف نشستیم فقط داریم قرقر میکنیم و در و دیوار فوش بعد قرقر عجیب غریب. کاش میگفتیم آقا غذا میخوام غذا ندارم. شعر و ورا چی داری میگی؟ یعنی خودمونم به این حقیقت واقفیم واقعا. حتی دایره لغاتمون هم عوض شده، ما تا الان داشتیم کیرام میکشیدیم دیگه الان کلا ادبیاتی داریم حرف میزنیم. آره این ماییم واقعا. ما همینیم و تنهایید، باور کنید. به قول فصله قبلی شو خوش.